درود عشقای داداش، امیدوارم که امروز هم سالم و سلامت باشید. اومدیم یک تمرین خفن بازو بزنیم، جلو بازو و پشت بازو با هم دیگه. خیلی تند شده یک دفعه ای. جلو بازو و پشت بازو داریم با هم دیگه. یه ذره چون زیر میکروفونم صدا میپیچه، برای همین سعی میکنم که اینجا سریعتر تموم کنم. فقط اینجا گرم میکنیم که بریم یک تمرین بازو خفن بزنیم. من عضلات بازو رو از تمرینم، یعنی من با سینه پشت بازو میزدم و با پشت جلو بازو میزدم. اینا رو از هم جدا کردم و حالا بازو رو کلا دست رو پکیج دست رو با هم میزنم. امروز گرم کنیم، میریم با هم یک تمرین خفن جلو بازو و پشت بازو داشته باشیم. نکته ای که هست و بخوام بهتون بگم اینه که تو قسمت پشت بازو، عضله پشت بازو، سعی کنید یک عضله هست به نام سه‌گوش آرنجی، اونو خوب گرم کنید وگرنه ممکنه باعث آسیب آرنج بهتون بشه. و توی جلو بازو هم سعی کنید ساعد رو خوب گرم کنید. این باعث میشه که شما کمترین آسیب رو توی این تمرینات ببینید و بیشترین کیفیت رو تمریناتتون داشته باشه. وقتی شما خاطر جمع هستین از گرم کردنتون، معمولا وزنه ماکسیمومتون رو میزنید و این کمکتون میکنه که هایپرتروفی و عضله سازی بهتری هم داشته باشید. خیلی ها هستن چون خوب گرم نمیکنند نمیتونن وزنه های خودشون رو، وزنه های صدشون رو بزنن و شما سعی کنید که همیشه خوب گرم کنید که بتونید وزنه صدتون رو بزنید. من تقریبا یک 3-4 دقیقه تا 5 دقیقه تردمیل میزنم برای گردش خون کلی تو بدن و بعد میرم سراغ چرخشی های مفصل های شانه، آرنج، کمر و اینها رو اجرا میکنم. تو ویدیو اولم اگه اشتباه نکنم روتین گرم کردن اصولی بالاتنه رو گذاشتم، میتونیم ببینین و به این میگن گرم کردن عمومی. باز گرم کردن اختصاصی با یک حرکت اصلی از همون عضله هدف میام 2 تا 3 ست 20 تکراری 2 تا 3 ست 20 تکراری برای اون عضله هدف با وزنه 50% وان آر ام، یعنی یک تکرار بیشینه خودم میزنم. اینجوری اون عضله خاطر جمع شدم که کامل گرمه و آماده ورکینگ ست های اصلی. شما هم میتونید از این فرآیندی که گفتم برای گرم کردن استفاده کنید تا آسیب نبینید و یک تمرین خوب و عالی داشته باشید. دوستان، در مورد نحوه کار هم با من هم کسانی که میخوام با من کار کنن، من به صورت خصوصی و نیم خصوصی با افراد ارتباط میگیرم با تماس تصویری. دوستانی که به صورت خصوصی VIP با من کار میکنن که با ایمو تماس تصویری با هم تمرین میکنیم، تمریناتشون چک میشه، تغذیهشون چک میشه، خوابشون چک میشه، آبشون چک میشه. و کسانی به صورت نیمه خصوصی با من کار میکنن به وسیله ویدئوی تمرینات خودم که تو گروه تلگرامی اختصاصی برای هر کسی زده میشه میتونن با من تمرین کنن و من ویدئوی حرکاتشون رو چک میکنم، یعنی از خودشون ویدئو میگیرم و برام تو گروه تلگرامی اختصاصی که براشون چه برای تغذیهشون چه برای تمرینشون زده شده برام ارسال میکنم و من اینا رو چک میکنم سر فرصت و تو طول روز 1 بار 2 بار معمولا چک میکنم گروهشون رو که هر سوالی داشته باشم پاسخ داده بشه. و در مورد تغذیهشون هم هر وعده غذایی که تو رژیمشون هست رو برام میفرستن که من چک کنم. اینا به صورت برای کسایی که نیم خصوصی با من کار میکنن و کسایی که خصوصی میخوان کار کنن با یا همون VIP میتونن خیلی راحت با تماس تصویری با من تمرین کنن هر کجای دنیا که باشن. دوستانی که میخوان با من استارت بزنن میتونن به تلگرام من که تو توضیحات این ویدیو براتون میذارم پیام بدن تا با هم استارت رو بزنیم و اگر راهنمایی هم خواستن
سوال داشتن تو تلگرام بهتری که ازم بپرسین که ببینم سوالاتتون. در خدمتتون هستم. گرم شدیم، بریم سراغ تمرین. 5 دقیقه شد. بریم سراغ تمرین امروز. برای گرم کردن میتونین از این حرکت استفاده کنید که مفصل آرنج رو کامل گرم میکنه. بین 15 تا 20 تکرار میتونین با وزنه سبک اجرا کنید. من یکم سنگین‌تر گذاشتم، سریع‌تر میزنم چون یکی منتظره که من بزنم. با هم داریم میزنیم. دست کنار بدن، فقط از مفصل آرنج حرکت رو اجرا میکنیم. حرکت بعدی که میتونین برای گرم کردن اجرا کنید اینه. دست تقریبا موازی با زمین، بازو من سبک‌تر کنم. اینم همون 15 تا 20 تا بزنیم. دست چسبیده، بازو چسبیده به بدن. حرکتی که برای گرم کردن جلو بازو و حتی شاید شروع جلو بازو میخوام استفاده کنم، جلو بازو سیمکشه با میله شکسته. این همون بیسیتا رو برای پمپاژ خون و گرم شدن مفاصل و عضلات میزنم. یک گریپ پرونیشن هم میزنم که ساعدام خوب گرم شه. حتی میتونین اینجوری با مچتون هم بازی کنید. کامل گرم شد. بدن دم کرد، انگار تمرین کردم. جلو بازو کامل دم کرده. بریم سراغ تمرین اصلی. ست قبلی رو همونطور که دیدین با 15 زدم. این ست هم میخوام با 15 بزنیم. ست قبلی ولی فراموش کرده بودم میکروفون رو روشن کنم، صدامو احتمالاً بذارم روش. 10 این دفعه رفتم روی 10. اشتباهی میخواستم 15 بردارم، رفتم روی 10. حتما باید 10 میدیم. چرخش آخر رو حتما داشته باشی. اینم 24 تا بشه، 12 تا برای هر دست. اینم ست سوم. ست بعدی رو حالا که اینو رفتیم رو 10، بعدی رو میریم رو 7.5. واقعا اینجا خوبه، باد کولر قشنگ روبرو مونه. یک تمرین خفن داریم میزنیم. بعدی رو حالا که اینقدر حال داد سبک، کلا امروز تمرکز رو میذارم روی سبک تمرکزی. میریم رو 7.5. کلا سبک و تمرکزی بزنیم این جلسه رو. دم خوبی میده و فشار فقط روی عضله هدف. 7.5 هم روش خالی شد.
آماده زدنمون، ولی دیگه تو سبک باید تا جایی که میتونیم تمرکزمون روی درست زدن و اینا باشه. البته روی درست زدن باشه و تمپوی آرام و تایم استراحت کوتاه که بتونیم سریع عضله رو خسته کنیم. الان مثلا وقتشو باز برم یکی دیگه بزنم. این دیگه خیلی خیلی سبکه، باید تا جایی میتونم تمرکزی بزنم. این حرکت سعی کنی از پایین دنبل بگیری. ولی دم عالی میده سبک زدن. اوه اوه طبیعیه. شمارش از دستم در رفته دیگه. میدونم بین 20 تا 30 تایم. الان مطمئنم 30 تا رد شد. دم وحشتناکی کرده جلو بازو. داره میکرد. یک فیلم هست پامپینگ آیرون آرنولد زد کرده دیگه، داره میترکه. نمیدونم متوجه میشی یا نه، روش یک سری رگای خونی در میاد، رگای ریز منظورمه، موی رگای ریز در میاد. خیلی بازی حال میده. الکی نیست اینقدر پسرها علاقه دارن جلو بازی بزنن، دخترها باسن و با پسرها جلو بازی، ولی من برام فرقی نمیکنه. من هر چی باشه میزنم. من عاشق همشون. تمرین نکنم میخوام دیوونشم، وگرنه عاشق همه تمرین‌ها هستم، مخلص همه‌شون هست. تمرین نکنم مرگم. امروز موها رو دستی نزدم هیچی، من چه روغن و اینا هم زدم، برم این باد میبره به هم نچسبید. یه آب بخورم بریم برای ست بعدی. سلام داشت. سلاطین حرکت بعدی رو میریم برای پشت بازو سونکش میله شکسته با 37.5. من اینو خیلی دوست دارم نسبت به بقیه مدل های پشت بازو. به فرم حرکت هم دقت کنید. من خیلی سبکه، برای ست اول خوبه. تا جای میتونیم بازوها رو ثابت نگه داریم. اینو مجبورم تکرار بزنم چون خیلی سبک گذاشتم. بعدی رو یکی دو تا سنگین میکنم که سریعتر خسته بشه. 45 کردم. وقتایی که سبک میزنین سعی کنین تایم استراحتتون رو پایین بیارین که عضله خسته بشه، وگرنه تکون نمیخوره. تا جای ممکن وقتی که سنگین میزنین تایم استراحتتون رو بالا ببرین که عضله ریکاوری بشه، آماده بشه برای ست بعدی که بتونین باز هم رکوردتون رو بزنین. وقتی که سبک میزنین تایم استراحت رو پایین بیارین، زیر 1 دقیقه بکنین عالی میشه. بریم برای ست بعدی.
اینو اگه تمرکزی بزنی اصلا میترکونه پشت بازوتو، مخصوصا سر خارجی و میانی رو. باز هم سبک کنید، اولش یکی زیاد کنم. 52. نمیخوام سنگین بزنم وگرنه من همیشه ته این سینکشا رو میزدم. میخوام تمرکزی بزنم. با اینکه جان آقا چون شلوغ باشگاه یک مقداری گیر دادن که بعضی ها ناراحت میشن تو ویدیو باشن، برای همین امروز رو میریم، از روزهای بعدی باید یک فکری برداریم. یکی از بهترین حرکات بی‌نظیر هستن. این حرکت رو سعی کنین حتما تو برنامه‌تون داشته باشین، مخصوصا به این شکلی که من میزنم. یه ذره بازو جلو و ثابت نگه دارین. خیلی ها میبرن خیلی عقب یا مثلا سریع میزنن، این دست جلو عقب میده. این از قسمت سرشونه قدامیتون، کلا سرشونهتون استفاده میکنین و فشار خوبی نمیذارین به سه سر بازوی ترایسپستون بیاد. این بهترین راه. بریم یک ست دیگه هم بزنیم، بعد میریم برای حرکت بعدی. باید میریم یک جلو بازو. این حرکت رو یک بار سنگین تر کنم، تکرار بیاد پایین. 60 کیلوه دیگه الان. اینم تموم شد. دمشو بردیم. محشر شده. ما یک چند تا دیگو رو بریم دمو ببینید. بی‌نظیر شده. این دیگو رو آرنولد دست میگیره. خیلی عدله بازی رو دوست دارم. البته کدوم هست که دوست نداشته باشم، همه رو دوست دارم. خیلی خوشگله وقتی دم میکنه. بقیه هم بگو خوشگله وقتی دم میکنه.